دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود ششلیک در تفتان تیار میکنیم. به حد ششلیکی با مزه میبیاد. محصولات لازمه برای ما 1 کیلو فرش، 1 دانه پیاز، 1 بریده نان، یک چند نمود پریپراوه. میتونید چقدر پریپراوتان باشد استفاده برید. زیره گرفتم، نمک. این محصولات برای تیار کردن ششلیکی ما لازم است. ما در اول پیاز майда میکنیم. بلندرکی میتونید با تبرچه یا که کارد تیز майда ریزه کنید. من از بلندرکی میکنم. بسم الله. من پیاز میتونم майда کردم. ما بالی فرشمو میگیریم. نانم باید майда کنیم. من نانم میتونم ریزه کردیم. بعدی من محصولاتم رو میگیریم. اکنون نمک، من پریپراوه اینجا مرچ، بلغاری سرخ، کشنیج همش هست اینجا. من اکنون من زیره میاندازیم. زیره می کمتر میکوبیم. همیشه شروع آمیخته میکنیم. ما همیشه آمیخته میکنیم. من فرشیمو تیار ما حرکت کنیم. هر چقدر فرشمای مشت کنیم مثل خمیر. برای چی؟ برای اینکه فرشما شوره شیره دار میشه. بعد به یک دیگه شوره میچسبد. وقتی تفتان بمانیم نمیکفد. همین سبب باید ما هر چقدر مشت کنیم بهتر. ما در 15 دقیقه این فرشمای دم داده. بعد میگذاریم تفتان. من فرشه به قسم ها تقسیم کردم. 15 دانه شد. من کلانتر گرفتم. میتونید майда تر کنید یا که باز هم کلانتر کنید. من 15 دانه شد. ما اکو اینه چخل کرده به تفتان میگذاریم. من دستمای تر کردم. من همین قیمه ها درازک چشک مثل ششلیک میکنیم. من قیمه های گرفتم. من لیست به فلگه کرده ریشاتکا مانده. بعد فرشای چیندم برای اینکه خیلی لیست روغنی بد نشود. فلگه میگیریم میپرتاییم. من به مدتی 25-30 دقیقه 180 درجه میپزیم. در مدتی 10 دقیقه گرفته ما اینو میگردانیم. من در 10 دقیقه یه بار گرفته گرداندم که پخته میگیریم. چگونه میبینید ششلیک های ما هم تیار شد. به حد بوی خوش رو میکند. ما در نوش ریزه کریم بینیم چه کلانده است. بسم الله. نه اونقدر کلان شد. به حد خوشخور майда چی نست. بسم الله. من درونی ششلیک های ما چه خوش رو است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتی کنید، یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید.